أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد گفتگو میکند. پس ما و شما از این کتاب، از کتاب جهاد، آیاتهایش را گرفتیم و چند حدیثهای همچنین گرفتیم و امروز باشد دوام حدیثهایش را میگیریم. درس امروزه امان حدیث 1300 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1300 میگوید و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند. ابو سعید میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من رضی بالله ربا، یعنی هر کسی که راضی شود که الله جل جلاله به عنوان پروردگار اون هست، یعنی هر انسان راضی شود که الله پروردگار و معبودی بر حقش است، و بالاسلام دینا، و هر کس راضی باشد که اسلام دین و آیین اون انسان هست، هر کسی راضی شود که اسلام دینش است، آیینش است، که به این اسلام عمل میکند، به گفته های اسلام عمل میکند، و به محمد رسولا، و همچنین میگوید هر کسی که راضی شود که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبرش است، فرستاده از جانب الله است، و این انسان همون محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را همچون پیغمبری خود پذیرفته است و قبول کرده است و راضی است که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبرش است، وجبت له الجنه. ابو سعید میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که واجب شدگی است برای این انسان جنت، یعنی هر انسان این سه چیز در راضی باشد: یکم که الله پروردگار و معبودش است، دوم اسلام دین و آیینش است، سوم پیغمبر سوم محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبرش و پیشوایش است. هر کسی که به این سه چیز ایمان داشته باشد و راضی باشد، برای این انسان جنت واجب می شود، یعنی این انسان داخل جنت می شود. فعجب لها ابو سعید، پس خوش آمد این عباره ها به ابو سعید. ابو سعید این سخن ها را که شنید بسیار خوشش آمد. پس ابو سعید گفت اعدها علی یا رسول الله، گفت تکرار کن برای من این عباره های زیبا را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاعادها علیه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه تکرار کرد این عباره های زیبا رو برای ابو سعید. باز ابو سعید میگه این عباره ها را شنید. ثم قال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، بعد از تکرار کردن دوم بار این عباره ها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سخنانش علاوه کرده گفتند که و اخرى یرفع الله بها العبد 100 درجة فی الجنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند و اخرى یعنی عمل دیگری هست، یرفع الله بها العبد، الله جل جلاله به سبب اون عمل دیگر بالا میکند قدر و قیمت بنده را 100 درجة فی الجنه، 100 درجه در جنت بالا میکند الله درجه اون انسان را. یعنی یک عمل دیگری هست که الله سبحانه و تعالی درجه انسان را در جنت بالا میبرد. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، یعنی بین هر یک درجه
به اندازه بین آسمان و زمین است. ببینید الله سبحانه و تعالی درجه انسان رو به سبب اون عمل چنان بلند میکند 100 درجه. پس هر یک درجهش بین زمین و آسمان است، یعنی 100 بار بین زمین و آسمان زیاده از 100 بار بین زمین و آسمان درجه انسان را بالا میکند با آن عمل. قال و ما هی یا رسول الله، پس این عمل بزرگ را ابو سعید که شنید گفت که چی است اون ای رسول الله، اون عمل بزرگ چی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الجهاد فی سبیل الله، الجهاد فی سبیل الله. گفتن اون درجه ای که اون عملی که 100 درجه انسان را، قدر و قیمت انسان را در جنت بالا میبرد، اون جهاد در راه الله هست، جهاد در راه الله هست. پس این فضیلت جهاد است که الله سبحانه و تعالی برای انجام دهنده جهاد شرعی، جهاد اسلامی نه با نام جهاد، این درجه های بزرگ را الله برای مجاهد وعده دادگی هست. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این بود حدیث 1300 کتاب ریاض الصالحین درباره اینه که هر انسان این سه عمل ده چنگ بزند یا راضی باشد، پس اون انسان را الله داخل جنت میگرداند. و عمل بزرگی دیگری هست که الله سبحانه و تعالی درجه انسان را در جنت 100 درجه بالا میبرد، جایگاه انسان را 100 درجه الله سبحانه و تعالی بالاتر میبرد. بعد از این حدیث 1301 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1301 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن ابی بکر ابن ابی موسی الاشعری قال، یعنی که از ابو بکر ابن ابی موسی اشعری رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت ابی رضی الله عنه و هو بحضرة العدو یقول، میگوید شنیدم پدرم را الله از اون راضی باد، و هو بحضرة العدو، و پدرم میگه در حالی که در روبروی دشمن قرار داشت، در روبروی دشمن بود. میگه پدرم یعنی که ابو موسی اشعری میگه در روبروی دشمن بود. یقولو، در همین حالت میگفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این ابواب الجنه تحت ظلال السیوف، هر آینه دروازه های جنت، درهای جنت در زیر سایه های شمشیرها می باشد. یعنی که درهای جنت در زیر سایه شمشیر است، یعنی که با جهاد است. هر کسی که مجاهد است، هر کسی که جهاد شرعی و اسلامی میکند، پس جنت در زیر سایه های شمشیرهایش می باشد. فقام رجل رث الهیئت فقال، پس میگه از جایش خیست مردی که رث الهیئت بود، یعنی لباس های کهنه داشت، لباس های کهنه در بدنش بود. فقال، پس میگه این مرد گفت یا ابا موسی انت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول هذا، میگه اون مردی با لباس های کهنه از جایش خیسته گفت که ای ابو موسی، آیا تو شنیدی، آیا خودت شنیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را گفت؟ یعنی همین سخنی که میگوی آیا از رسول الله شنیدی؟ قال نعم، میگه ابو موسی گفت که بله از رسول الله شنیدم. فرجع الى اصحابه فقال، پس میگه این مردی که لباسای کهنه داشت از جایش خیست و پس بازگشت الى اصحابه، نزد یارانش، نزد رفیقانش رفت و فقال، پس یاران و رفیقانش را گفت اقرأ علیکم السلام، یعنی که برای شما سلام میگویم. یعنی چی؟ یعنی با شما خداحافظی میکنم، با شما وداع میگویم.
با شما خیر و خوش میکنم. ثم کسر جفن سیفه فالقاه، بعد میگه شکست غلافی کاردش را، غلافی کارد را شکست و فالقاه، غلاف شمشیرش را شکست میگه فالقاه، پس میگه اون غلاف را پرتافت. چرا شکست؟ یعنی که دیگر مقصدی بازگرداندن این شمشیر به غلافش نبود، یعنی دیگر احتیاج به غلاف ندارم، گفته غلاف هم میگه شکست پرتافت. و ثم مشى بسيفه للعدو فضرب به حتى قتل، پس میگه رفت این کاردش، این شمشیرش در دستش نزد دشمن رفت، نزد دشمن رفت. فضرب به حتى قتل، پس چنان جنگید میگه با این کاردش تا اینکه این مرد میگه کشته شد. یعنی که این انسان دیگه به خاطر شهید شدن و به خاطر به جنت رسیدن چنان میگه جنگید با این کاردش ناترسانه و با غیرتانه که حتی قتل، تا اینکه این مرد میگه کشته شد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این حدیث ما و شما را آگاه میکند، تشویق میکناند و راهنمایی میکناند که درهای جنت در زیر سایه های شمشیرها می باشد. این بود حدیث 1301 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1302 کتاب ریاض الصالحین در امام نووی رحمه الله میگوید: و عن ابی عبس عبد الرحمن ابن جبر رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو عبس عبد الرحمن ابن جبر رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که مغبرت قدم عبد فی سبیل الله فتمسه النار، یعنی که غبارآلود نشده از دو قدم بنده در راه الله، فتمسه النار، یعنی لمس نمی کند اون انسان را، قدمهایش را، یا اون انسان را آتش جهنم. یعنی هر قدمی که در راه الله خاکالود شدگی است، یعنی به جهاد برآمده است، هر کسی که در جهاد هست و با جهاد برآمده است، فتمسه النار، یعنی اون انسان را لمس نمی کند آتش جهنم. یعنی انسان مجاهد به دوزخ نمی دراید، مجاهدی راه دین الله، مجاهدی شرعی، نه با نام مجاهد نه با نام جهاد، بلکه جهاد اسلامی و جهاد شرعی ده هر کسی که اشتراک میکند اون انسان داخل جهنم، داخل دوزخ نمی دراید. وقتی که انسان غبارآلود و خاکالود می شود، پایهایش در راه جهاد، یعنی به جهاد می براید، اون انسان دیگر داخل دوزخ نمی شود. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1302 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1303 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1303 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الضرع، میگه که لا یلج النار رجل، یعنی که وارد دوزخ نمی شود مردی که، داخل دوزخ نمی شود مردی که بکا من خشیت الله، گریه کرده باشد، اشک چشم ریزانده باشد از ترس الله. هر کسی که اشک چشمانش از ترس الله جاری می شود و اشک چشمانش می ریزد، اون انسان گفت داخل دوزخ نمی شود. حتی یعود اللبن فی الضرع، تا زمانی که بازگردد شیر به پیستان. یعنی شیری را که وقتی که می جوشند از پیستان می گیرند،
آیا این شیر به اون پیستان باز بر میگردد؟ نه، بر نمی گردد. پس انسانی هم که از ترس الله گریه می کند، از ترس الله از چشمانش اشک جاری می شود، این انسان هم داخل دوزخ نمی شود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اینجا مثال زدن چطوری که شیر به پیستان باز نمی گردد، همچنین مرد از ترس الله اشک چشمانش جاری شده است داخل دوزخ نمی شود. و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه گفتن که ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل الله و دخان جهنم. و همچنین رسول الله گفتن جمع نمی شود بر بنده چنگی که غباری که در راه الله به اون رسیده است و دودی دوزخ، یعنی هر دینها جمع نمی شود. یعنی انسانی که وقتی که غبارآلود می شود در راه الله، در وقت جهاد کردن چنگ و در وقت جهاد کردن آن غبار، آن چنگی که می خیزد، این انسان چنگالود و غبارآلود می شود، پس این انسان با دود دوزخ یک جا جمع نمی شود. یعنی این انسان مجاهد به دوزخ نمی درآید، این انسان مجاهد به دوزخ نمی درآید. رواه ترمذی و قال، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده میگوید حدیث حسن صحیح، این حدیث حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1303 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1304 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1304 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، ابن عباس میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که عینان لا تمسهما النار، یعنی دو چشم هست که لمس نمی کند آن دو چشم را آتش دوزخ، یعنی صاحب دو چشم داخل دوزخ نمی شود. مقصد از دو چشم را لمس نمی کند صاحبش را، یعنی صاحب دو چشم داخل دوزخ نمی شود. صاحب اون دو چشم کی است؟ میگه عین بکت من خشیت الله، یکم صاحب آن چشمانی که گریه کرده باشد، اشک ریزانده باشد از ترس الله. یعنی هر چشمی که از ترس الله اشک جاری میکند، اشکش میریزد، اون انسان داخل دوزخ نمی شود. این یکم. دوم و عین باتت تحرس فی سبیل الله، و چشمی که بیدار ایستاده است و چشمی که بیدار ماندگی است، تحرس فی سبیل الله، یعنی نگاه و بین میکند در راه الله. یعنی چشمی که شبها خواب نمی کند، مرزهای اسلامی را نگاه میکند تا اینکه دشمنان هجوم نکنند، و چشمی که شب زنده داری میکند تا اینکه یگان دشمن خیانت را انجام ندهد، پس صاحب این چشم هم داخل دوزخ نمی شود. پس صاحب این دو چشم داخل دوزخ نمی شود. یکم چشمی که در راه به خاطر الله از ترس الله اشک جاری کرده باشد، دوم چشمی که شب زنده داری کرده است برای نگاه کردن سرزمین های اسلامی و برای نگاه کردن مسلمان ها که دشمنان اسلام هجوم نکنند بالای مسلمان ها و بالای سرزمین های اسلامی. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفتگی است که حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1304 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1305 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش
در زیر حدیث 1305 میگوید و عن زید بن خالد رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، امام نووی رحمه الله میگوید از زید بن خالد رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا، یعنی هر کسی که آماده بکند مجاهد را در راه الله فقد غزا، پس گویا که این انسان خودش جهاد کردگی است. یعنی یک انسان یک مجاهد را در راه الله آماده بکند با سلاح و با سواره، پس این انسان گویا که خودش جهاد کردگی است. و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا، و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که و من خلف و هر کسی که سرپرستی بکند مجاهد را در خانوادهش، یعنی هر کسی که سرپرستی بکند مجاهد را خانوادهش را بخیر با نیکی، یعنی خوب خانواده مجاهد را سرپرستی بکند، خوب نگاه و بین بکند، خوب حفظ و محافظت بکند، فقط غزا، پس واقعا این انسان هم همچنین گویا که جهاد کرده است، ثواب به دست می آرد. یعنی که نگاه و بین کردن خانواده مجاهد همچنین ثواب دارد، همچنین اجر دارد، همچنین پاداش دارد گویا که این انسان خودش جهاد کردگی است. متفق علیه، این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1305 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1306 کتاب ریاض الصالحین، این حدیث 1306 کتاب ریاض الصالحین را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان. درس امروزه را در همینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.